تا حالا شده یه روز ناگهانی بفهمی به یه غذای خاص آلرژی پیدا کردی؟ مثلا یه عمر سیب می‌خوردی، بعد از یه سرماخوردگی ساده یا یه سفر یهو بدن تصمیم میگیره از امروز سیب دشمن ماست. عجیبه نه؟ اما دلیلش معمولا یه اشتباه کوچیک توی سیستم ایمنی و تلاش زیادش برای محافظت از شماست. میپرسین چطور؟ بیاین با هم بریم سراغش. سلام، من امیر عباسم، دانشجوی سال 4 پزشکی و امروز قراره درباره آلرژی صحبت کنیم. فرض کنی یه روز بهاری توی جنگل قدم میزنی، نسیم ملایم، بوی گل، صدای پرنده ها، همه چیز آرومه. ولی از فرداش با خوردن یه سیب ساده گلوت میسوزه. چرا؟ چون سیستم ایمنی تو دچار کراس ریاکتیویتی شده، یعنی یه اشتباه در تشخیص. سیستم ایمنی ما دشمن‌ها رو با شکل و ساختارشون میشناسه. حالا اگه 2 ماده شکل مولکولشون شبیه هم باشه، بدن گیج میشه و به هر دو حمله میکنه. مثلا فکر میکنه گرده درخت و سیب از یه خانواده‌ان. نتیجهش میشه آلرژی جدید به حساب یه سیب بیگناه. مثلا همین گرده درخت افرا باعث حساسیت به میوه‌هایی مثل سیب، هلو، گلابی یا حتی کرفس بشه. یا بازی کردن با گربه ممکنه باعث حساسیت به شیر گاو یا گوشت خوک بشه. آلرژی به طالبی یا کدو سبز هم که خیلی میتونه شایع باشه، ممکنه به خاطر مواجهه با یه نوع علف هرز به اسم رگفید باشه. و جالبه بدونین اگه به گرد و غبار حساسین، ممکنه بعدها نسبت به خرچنگ و میگو هم حساسیت نشون بدین. ولی گاهی این واکنش‌ها فقط به یه عطسه و خارش لب خلاصه نمیشه. بعضی وقتا بدن میره روی حالت جنگ کامل، یه وضعیت خطرناک به اسم شوک آنافیلاکسی. شوک آنافیلاکسی یه واکنش آلرژیک خیلی شدید و تهدید کننده حیاته. معمولاً چند دقیقه بعد از تماس با یه آلرژن مثل غذا، نیش حشره یا دارو رخ میده. در این حالت بدن مقدار زیادی هیستامین آزاد میکنه و اتفاقهایی میفته. مثلا گلو و راه هوایی متورم میشن، نفس کشیدن سخت میشه، فشار خون میفته، ضربان قلب بالا میره، پوست قرمز میشه و کهیر میزنه و اگه سریع درمان نشه ممکنه خطرناک باشه. یادتون باشه اگه خودتون یا یکی از اطرافیانتون در معرض ریسک آنافیلاکسی هستین، به این چند نکته که میگم بیشتر دقت کنید. دوری از محرک‌ها، همیشه برچسب غذاها و مواد آرایشی رو دقیق بخونید. داروهاتون رو که شامل پنهای اپینفرینه همیشه همراه داشته باشین تا اگه علائم اولیه شروع شد سریع استفاده کنید. به اطرافیانتون اطلاع بدین و طرز استفاده از داروهاتون رو هم بهشون یاد بدین. در صورت بروز علائم سریع اپینفرین رو تزریق کنین و در صورت نداشتن مشکل تنفسی فرد رو بخوابونین و پاهاش رو بالا نگه دارین. اگه نفس کشیدن سخته، باید بشینه یا نیمه نشسته باشه. در خانم‌های باردار خوابیدن به پهلوی چپ بهترین موقعیته و در هر صورت بلافاصله با اورژانس تماس بگیرید. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، آلرژی 6مین عامل تهدید سلامت مردم دنیاست و با سبک زندگی شهری، هوای آلوده و رژیم غذایی امروز هر روز هم داره شایع‌تر میشه. بدن هر کسی فرق داره. برای یه نفر یه دونه بادام زمینی فقط خارش میاره، در حالی که برای یه نفر دیگه ممکنه مرگبار باشه. پس آگاه باشیم، شوخی نگیریم و یاد بگیریم چطور از خودمون و بقیه مراقبت کنیم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. من امیر عباسم. تا ویدیوی بعدی میبینمتون.